14 روز بدون اینستاگرام واقعا چجوری میگذره؟ آیا واقعا پروداکتیو تر میشیم؟ زمان بیشتری برای انجام کارهامون پیدا میکنیم؟ اون فرسودگی و خستگی ذهنیمون کمتر میشه؟ سلام از روز اول. حواسم نبود یه چند بار رفتم تو اینستاگرام ولی زود اومدم بیرون، یعنی سریع یادم اومدم بیرون و به خودم گفتم که فهیم تو چالشی بیا بیرون. بعد دیدم چند تا از آدمایی که دوستشون دارم دوستام اینا هم استوری گذاشته بودن، گفتم بذار استوری اینو ببینم بعد میام بیرون. ولی واقعا 2 دقیقه بود و به خاطر این بود که واقعا یادم نبود، تو ذهنم نبود. ولی احساس میکنم که هنوز نرفتم خونه. اون تایمای خالیه من که خیلی احتمالا که برم تو اینستاگرام بیشتر تایمی که میرم خونه در حال استراحتم. هنوز خونه نرفتم ولی تا الان واقعا همه چی اوکی نورمال بود. واو. فقط دیدیم مثلا یه تایمای 2 دقیقه‌ای داری که مثلا منتظری تو اون تایم میری اینستاگرام چک میکنی یا اینا. اون تایما احساس میکنم یا خیلی خالی شده، شاید به خاطر اینه که من جایگزینی براش ندارم، ولی اینجوری. چهارم من سرما خوردم حسابی نه، ولی صدام هنوز صدا گرفته است. خب روز چهارم ببین یه سکوتی برقرار شده تو لحظه هایی که در حال استراحتم یا مثلا نمیخوام یه کار جدی انجام بدم که جالبه. مثلا اولش برام اینجوریه که مثلا گوشیایی که باز میکنم ناخودآگاه جای اینستاگرام اینجوری میرم صفحه‌شو میذارم روش و سریع مثلا یادم میاد بیام بیرون. ولی خب من اینجوری بوده که تایمی که اینستاگرامم تایمی که در حال استراحتم و اون تایما مثلا تایمی نیست که من بخوام کار جدی انجام بدم. خیلی الان یه اون تایما خیلی خالی شده و خیلی سکوت شده. کاری که انجام دادم این بود که رفتم سراغ یه کتابی که رهاش کرده بودم نصفه و الان تو اون تایما کتاب میگیرم دستم. در واقع تو این 4 روز یکی از آوردهاش این بود که یه کتاب رو نصفه رفتم سراغش و دارم شروع میکنم دوباره خوندن تو همون تایمایی که کار جدی نمیخوام بکنم و در حال استراحتم و اینا. بعد جالب بود بچه‌ها سرچ میکردم تو خود یوتیوب ببینم که ویدیوهای مشابه داریم که مثلا آدما این کارو کرده باشن و اینا. به یه سری ویدیو برخوردم به اسم مینیمالیسم دیجیتال که حالا دقیقاً این کاری که من میکنم نبود، مثلا چالش مثلا چند روزه که بخواد روز به روز شیر بکنم و جالب بود و همین. حالا اگه خیلی توی موضوع بندی بشی میتونین اون ویدیو رو نگاه کنی. من خودم خیلی همه چیزی که میخواستم و نداشت. چیزی که داشتم اکنون نگاه میکردم و دیدم سروش صحتم با این موضوع درگیره و توی یکی از ویدیوهاش بهش اشاره کرده بود. جالب نیست؟ حالا ویدیو گرفتم براتون میذارم ببینید. اقتصادی برای اینکه با مفاهیم اولیه آشنا بشم داشتم میخوندم و توی یکی از اعتیادهای زندگی به من کمک کرد. من یه دوره‌ای زیاد میرفتم تو اینستاگرام، راحت بود و جذاب بود و میچرخیدم. مثلا گفتم 10 دقیقه برم دیدم مثلا الان 50 دقیقه است در حال اسکرول کردنم و اینا. گفتم خب هزینه‌ای هم که ندادی، خوشم گذشت. کتاب اقتصادی که داشتم میخوندم گفت خیلی جا هست که ما فکر میکنیم هزینه ندادیم،
ما بزرگترین بها که عمرمون هست داریم میدیم. 50 دقیقه از عمرت خیلی گرانبهاست. چقدرش الان از این 50 دقیقه که توی این فضای مجازی بودی آیدی در واقع اون سود اون چیزی که برداشت کردی چقدر بود؟ میارزی 50 دقیقه از عمرتو بدی؟ و این خیلی برای من تکان دهنده بود. نه اینکه الان اینستاگرام نرم، ولی واقعا حواسم هست که چی دارم میدم، چی میگیرم، چی رو باید انتخاب کنم، چقدر باید وقت بذارم. خیلی بهم خودم بخوام از تجربه این 5 روزم بگم، حالا شاید 5 روز خیلی کم باشه، ولی من واقعا احساس میکنم تمرکزم یه خورده داره بهتر میشه، مخصوصا قبل خواب که من دیر خوابم میبرد و اون چیز اذیتم میکرد. احساس میکنم یه ذره اوضاع رو بیشتر دوست دارم واقعا، بدون اغراق، بدون کلیشه. بچه حالا یه چیز جالبی که داشتم میخوندم گفتم با شما به اشتراک بذارم این بود که سیستمی که اولا که اینستاگرام و کلا همه فضای مجازی مثلا توییتر، تیک تاک و اینا رو ما نباید بهش یک تکنولوژی ببینیم که تکنولوژی بیسه. یعنی مثلا اسنپ که اومد کلی تکنولوژی بود که کلی زندگی ما رو تغییر داد یا چیزهایی از این قبیل، اما اینا صرفا سرگرمی، یعنی نباید اینا رو با اونا اشتباه بگیریم. یه نکته دو اینکه چی جوری ایجاد عادت میکنن برای آدما، چون وقتی اینا رو میفهمی انگار مثل پادزهر عمل میکنین دیگه، انگار نمیتونه اون کار رو تو انجام بده. چیکار میکنن؟ یه سیستمی داره اینستاگرام به اسم Intermittent Random Reward System. حالا یعنی چی؟ یعنی همون سیستم پاداشدهی تناوبی. میدونی یه موقع اینستاگرام باز میکنی مثلا یه آدمی که خیلی برامون جالبه فالومون کرده، یا مثلا کراشمون استوری گذاشته، یا مثلا یه اتفاق بامبینگ خیلی باحال افتاده، بعد شما اینجور موقع خب یه دوپامینی ترشح میشه توتون، یه لذتی دریافت میکنین دیگه. و یه سری موقع هم خب اینستاگرام وا میکنیم هیچ اتفاقی نیفتاد و خیلی همین چی بورینگ و ایناست. و همین دقیقاً همین سیستم تناوبی چیزی که باعث میشه ایجاد اعتیاد کنه، یا چیزی که باعث میشه هی تو بهش برگردی چون به امید اینکه دوباره یه اتفاق اینجوری داشته باشی. و این دقیقاً همون سیستمیه که کازینوها هم ازش استفاده میکنن و خیلی جواب میده. و داشتمش فکر میکردم و اینجوری بودم که آره چقدر برای خود منم این مدلیه و چقدر این داستان جالبه و چقدر پشت همه این چیزایی که ما روزانه استفاده میکنیم و بهش ظاهر برامون خیلی ساده است، چه تکنیکایی وجوده و چقدر پشت همه چی فکر شده. ریاکشن صورتشون میگیره. خواهم طبع
خوشگل امیر. سلام علیکم، چطوری؟ روز نهم از شما. خب بچه ها بخوام درباره این روزا بهتون بگم، یعنی حس الانم احساس میکنم واقعا ذهنم داره نظمی پیدا میکنه. اون حس روزای اول که دوست داری همش اینستاگرام رو باز کنی ببینی بقیه دارن چی کار میکنن، بقیه چی استوری گذاشتن و اون حس تقریبا خاموش شده دیگه. و اینجوری که مثلا الان تو این 9 روز که از هیچ کس خبر نداشتی، هیچی رو ندیدی، هیچ استوری ندیدی، اصلا از همه چی دور بودی، چه اتفاقی افتاد؟ مثلا چه چیزی رو از دست دادی؟ چیز مهمی واقعا تغییر نکرده در زندگیت. و من اینو دوست دارم. اما یه چیزی که حقیقتا دلم براش تنگ شده اون ارتباطیه که در قالب اینستاگرام با یه سری از دوستام آدمو داشتم. الان احساس میکنم اونو از دست دادم. این مثلا شما یه سری دوست دارین که باهاشون تلفنی هم صحبت میکنین، تلگرام واتساپ هم صحبت میکنین، اونا به کنار، ولی یه سری از دوستام هستن که باهاشون از طریق اینستاگرام و حالا استوری و کامنت و اینا در ارتباطی و اون ارتباطه که از اونجا نیست، اون ارتباطه که از اونجاست وقتی الان قطعه دارم واسه اون ارتباطه تنگ شدم. حقیقتا من اگه بخوام یه جمله درباره حسم تو کل این 9 روز بگم اینه که اینستاگرام واسه من یه راه فرار بود انگار از لحظه های خالیم و اون لحظه های خالی الان داره چجوری پر میشه، مثلا با کتاب پر میشه، با فیلم پر میشه، گاهی با فکر کردن و گاهی هم با هیچی، با سکوت پر میشه و این سکوت هم اتفاقا بد نیست، یعنی یه جور انگار مواجهه هست با خودت و من اینو دوست دارم و این حقیقتا به من یه حس کنترل کردن بیشتری، این کنترل داشتن بیشتری به زندگی میده. احساس میکنم قدرت کنترلم رو زندگی خودم بیشتر شده و خب این بهم حس قدرت میده و دوستش دارم این حسو. و همین منظره رو ببینید. بله بچه علف خوشمزه است. لون دیوونه چیزی تو ماشینت هست. آره اینو بده آره باید توی کار بری از توی جیب بالای کوله پشتی برداری و بری چیزه کلید من گیری امیر سلام از روز 11 چطوری؟ آدم خوب باشید. خب بچه ها من که بخوام از سوال امروزم بهتون بگم واقعا تمرکزم رو کار خودم احساس میکنم که خیلی بیشتر شده و کلا یه سوال سکوتی تو لحظه هم اضافه شده که دوستش دارم. الان که دارم فکر میکنم نظرم اینه که اینستاگرام یه بخش مفید داشته برای من و یه بخشی که صرفا یه سرگرمی مصرفی بوده. بخش مفیدش چی بوده؟
برای من ارتباط با آدم ها، چون من واقعا خوشم میاد از ارتباط با آدم ها، مخصوصا آدمایی که ممکنه خیلی وقت ندیده باشمشون و میدونم که اون بستریه که از اون طریق میتونم باشون ارتباط بگیرم و دلم برای اون بخش تنگ شده. ولی اون بخشی که خیلی خوشحالم که حذف شده اون بخش صرفا سرگرمی مصرفی بوده، همون اکسپلور و اون ویدیوهای مختلفی که از زندگی مختلف میبینیه و من خوشحالم که اون بخش رو حذف کردم واقعا. یعنی اینکه تو هر روز 50 تا زندگی فیلتر شده که فقط داره موفقیت رو بهت نشون میده و اون بخش خوب زندگی رو بهت نشون میدن نمیبینی، واقعا باعث میشه که تمرکزت روی خودت و زندگی خودت خیلی بیشتر بشه و منظورم این خیلی نکته مثبتیه. و دیگه این که من واقعا احساس میکنم که تمرکزم توی کارهای خودم به شدت بهتر شده و به جز چند تا آدم خاص که حالا تو اینستاگرام باشون در ارتباط بودم و این داستانا، واقعا دلم هر چیز دیگه به اون صورت تنگ نشده و واقعا بهتون پیشنهاد میکنم. بالاخره امروز با اینکه هوا آلوده است ولی یه ذره دارم آسمون رو میبینم. زیباست. حالا خوبیش اینه که ما لنز دقیقا طبقه بالامونه جایی که کار میکنیم میتونم برم پناه ببرم به قهوه. سلام، از روز 13ام. چطوری بچه؟ خوبین؟ روز 13ام، یعنی فقط یه روز مونده تا آخر این چالش و هم خیلی خوشحالم هم من الان اینجوری هم که فردا که آخرین روزه بعدش قرار چی کار کنم. یعنی اصلا در واقع الان امروز کلا بیشتر از این که به این فکر کنم که اینستاگرام نداشتن چقدر خوب بود، دارم فکر میکنم که الان فردا که آخرین روزه و این چالش تموم میشه من از پس فردا قراره با اینستاگرام چیکار کنم؟ قراره برم نکنه برم دوباره مثل اول شه، یعنی دوباره بیفتم تو اون خطه. نه این اتفاق نمیفته. الان علل حساب چند تا پلن تو ذهنمه. البته فردا که روز آخره میام یه ویدیوی خیلی جدی و ترتمیز میگیرم و یه نتیجه‌گیری کلی میکنم، اما الان تو ذهنمه که شاید برگردم اینستاگرام ولی فقط خودمو نگاه کنم، یعنی استوری و پستای کسایی که فالوشون کردم، چون گفتم بهتون یکی از چیزایی که من خیلی دوستش داشتم تو اینستاگرام ارتباط گرفتم بود با آدما و اونو الان از دست دادم. من ناراحتم و اصلا اکسپلور نرم، شاید از این اپا نصب کنم، شاید اصلا بیام شل کنم، نمیدونم، شاید کلا نیام، نمیدونم، واقعا همه اینا تو ذهنم موازی داره بهش فکر میشم. حالا فردا میام بچه‌ها بهتون یه چیزی کلی میکنم، ولی امروز الان یه جمله بگم از نظری که امروز دارم اینه که احساس میکنم مثلا اینستاگرام بیشتر از این که وقت منو بگیره ذهنمو گرفته بود. یعنی الان احساس میکنم چیزی که خیلی بولتره اینه که من ذهنم آزاد شده، اصلا کاری به وقتی که ازم سیو کرده ندارم، ولی اینش خیلی برام بولده و این داره خیلی به چشم میاد و واقعا خوشحالم ازش. فردا میبینمتون.